این چنین بود که بشریت در ظلمت‌های جهل و تاریکی بود و شرک به خدا و بد اخلاقی و ویرانگری در میان مردم منتشر بود و مردم هم سه گروه بودند. یکی اصحاب کتاب بودند، کتابی که تحریف تبدیل شده بود، جز مفاهیم عمومی جمله های تحریف شده ازش چیزی نمونده بود، که اون هم با اون دنیا خرید میکردن، مثل بسیاری از ولایت پیشگان خود ما کتاب خدا رو عوض کرده اند و توضیح المسائل به جاش گذاشتن. اون موقع این چنین بود و ولایت خدا رو با ولایت شیطان تبدیل کرده بودن و لذا توفیق الهی از دستشون رفت و جز شکست، جز خذلان چیزی نصیبشون نشد. و گروه دیگری از مردم ملحدانی بودند که نه به خدا ایمان داشتند، نه به ملائکه، نه به کتبش، نه به رسولش، نه به مبدأ، نه به معاد، نه به بهشت، نه به هیچ چیز اینا ایمانی نداشتند. این که خود رب فعالی هست، فعال ما یشاء، هیچ کدوم از اینا، بعضی ها الان هم هستند، خیلیشون الان هم هستند، یا آفتاب میپرستیدند یا امثال یا ستاره میپرستیدند، مثل سابعه و مثل ملحدان فلاسفه و امثالشون، زندیق‌های متعدد. گروه سومی بودند بت پرستان که در جاهلیت عجیبی زندگی میکردند که زندگیشون بر سلب و نهب بود، بر غارت بود و اعتداء به حرمات الهی بود و رذائل و فواحش در میانشون منتشر شد، شرابخواری، زنا، بد اخلاقی و احوال جزیره العرب این چنین بود. خداوند برای نجات بشریت از این بدبختی، از این جهالت، از این ضلالت رحمت للعالمین را مبعوث کرد تا با اذن الهی و با کتاب الهی مردم را از همه این ظلمت ها نجات بده، که اینو در درس سیره توضیح دادم که اونها را از بندگی بندگان به عبادت خدای یکتا بکشه و اونها را به عدل و به انصاف و به خوش اخلاقی و به امانتداری و به همزیستی مسالمت آمیز و به دوری از فواحش و به همه نیکی ها دعوت کرد و از همه رذائل و فواحش اونها را ممنوع کرد.